بابایشان خداوند شما رو نگه دارد و وقتی که با عائلت همخوابگی میکنی در تنه‌ات لباس باشد یا شب خاروک یا که کرتو و بروک باشد، با آن لباس هایی که در تنه‌ات بود جاگه خاروی کردی با همسرت، آن لباس ها که نماز خوانی می شود با احتیاط که یگان جایش نرسیده باشد. التماس در همین باب سوال دیگر او دادره از تو هم بروک هم کرتو کتیز نه چه خوامرین یک آدمی ساده خدا رحمت کنه، یک آدم ساده بوده چند بعضی کتاب ها همین اصل مؤلف های کتاب ها بعضی ساده هستند خدا رحمتشان کنه. در بالاش ادیال گرفته گفته کسی اگر در بالاش در ادیال گرفته یا کرپه گرفته قطع همسرش خواب نکنه گناهگار میشه. بس اندی کدام آدمی شو خدا حضرت زنده باشه سلام بندیم گو آقای این دادری عزیزی ما با کرتو برو چه کامر اقتیزند نه لباسکات خوشرو که هست هم یا هزار تپوش پوش خوب در وقتی خواب کنه هوایی هم کشون طرف مو کار بارد که بود شد من تپوشک تپوش خواره ضرر ندارد این آیا خیلی جوان آده بچه ها بسیار ساده هم عزیزان من انشاءالله نشانه خوبیشان هست خداوند نگهشان دارد غم اسلامشان میخورن ترس دارن خوب هستین. وقتی که خودت دانی دادر عزیز که همون هیچ جای لباسی تو آلوده شدگی نیست میتونی بعد از خواب خستن غسل کنی همون لباسات پوشی نماز خوانی. لیکن اگر انیق دانی که همون آبش در کجا مقدارش رسیدگی است اگر آبی منی رسیدگی باشد سحر خیزی خاک شدگی است او رو به دست شک خاک شکش تازه است ناشسته هم نماز خوان میشود با که نداره داده. بچه خوشرو در خانه اگر درتان قلف داشته باشد درتان قلف داشته از نیمه درون قلف داشته باشه کروچاک کنی خانه جا همخوابگی با کمپیراتان کتی قلفک داشته باشد داری جا کتیزنو زران داد کنی چه کم خوره بیاخی و خانه خودو تحصیلی خودو تحصیل بشن پول میپرسیدن که تو راست بگو به کی گشتی تو راست بگو به تو رو کی بوسه کرد دیگه دختری ساق یافتن ممکن نیست همه مینیوبکه همه پلافکه دیگه مرده سجرات همه بیرون میگیره دیگه بابایشان خداوند شما رو نگه دارد. به سوال من حتما جواب بوده که من 10 ماه می شود که من به خود نیستم. من سال گذشته آینه دار شدم زندگیم خوب بود ما یکدیگر را ناز می‌دیدیم. ماه آگوست گذشته مادرش آمد و دخترش را گرفته برد و من گفت که جدا میشوی اگر جدا نمیشوی مادر تو نیستم کلی نگفته که جدا میشه شد اگر نشی آبتون مدرون نمانگی باریم هرچند والدینم فهماندن نفهمید این خوشتامنش قبول میکردن مرا مجبور کردن که سرته من یک طلاق کردم مجبورا امهش گفت که نه 3 طلاق کن بعد یک طلاق گفتم باز 3 طلاق گفتم همین طلاق من چند طلاق هست 3 طلاق هست داده دیگه اون شما زن شما نیست جوانمرد باید طلاق نکنن اولش که دوستش می داشتی میکشتن طلاق نمی کرده خدا همه زنت یک شپلاق کنه میزد کشتا مورد خیلی مادر است یک شپلاق وقت نمی مورد یاخی خوب اکنون که طلاق کردیم چند او یک طلاقش طلاق رجعی است این دویم طلاقی که بالا بکرد این 3 کردیم 4 تا شد 3 تاش طلاق زن از شما جدا شد یکش در گرمون گناه نمیشته میشن. بچه های عزیز بازم به شما تاکید میکنم طلاق کردن عادت نکنید. طلاق راه حل جنجال زندگی نیست. طلاق عائله رو ویران میکند شما رو حسرتی میکند عصباتان خراب میکند بچه هاتان یتیم میکند خانه تان ویران میکند از مال و ملکتان تقسیم میسازد. بنابراین طلاق راه حل نیست. واجبی شوید خوب جنجال است عائلوی است شما خوشنامتان میگه مادر جان گیرم دخترت بعد یا ماه میشته 2 ماه میشته خوب تا حوصلت بیتون با یه روز میبیام اما من زنی طلاق سرطی ندارم باید این تو میگفتی میرزه تم نمیگفتی پاشو موچه میکردی دستاشو موچه میکردی خودمای خیلی میگن یا بار پیشی خر یا خر پیشی بار
خوب کمپین خوشنامونی بده خدا نگه دارد. زن چیز خوب هم میگن خوشنامونش در روش در گور. اونم خیلی خوشنامون میگن. گل به تاراج رفت خار بیمان سعدی عبدالستان یه حکایه داره که وقت هم نمیگیم. خلاصه دادر حضرت ایبای خودت که طلاق کردی دیگر از کفای اون نگر او سه شده است او دیگر زنی تو نیست. در نزد خداوند من گناهگار هستم. آره گناهگار شدی. توبه کن استغفار کن پشیمانی کن خدا گناه تو گذرد. باز بعد 2 ماه من را زن دادم. این دختر را توی کرده به خانه آوردم. شب با وی خانه‌داری کردم. دختر نبود بیوه بود. حالا زندگیم خوب نیست. من ویش رو نرز میبینم بابا جان چی کار کنم؟ التماس به من راه زندگی را نشان کن. آده بچه خوب بودن. این سوالا رو بیا خلوت کن. من نمازه هستم ایش دیگه می سوالا رو اکال من چی میشه؟ که من با عباره زنی بیوت گو که خدا وقت تیادو ای بیوگی و پروانه تو چند همین یه شب ده بینم بیوه میشه دخترم تو میگرفتی. صبر کن انشاءالله زندگی خوش رو کن لیکن این محبت پیدا می شود. این محبت آیسته آیسته در زنا شوهری پیدا می شود. نکاح خود سبب محبت است. انشاءالله گودکدار که شدی امیدوارم بین شما و خداوند الفت پیدا میکنه و زندگی تا خوب رفتار میگیرد. بنابراین اگر نصیحت من گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن زندگی کردن گیر انشاءالله خدا خیر بیناتان در الفت پیدا میشه محبت پیدا میشه. خوب او بیوگیش فراموش کن. تام بیوه بودی و خیلی زن گرفتگی هستی. باید بیوه آدم ها زنی گودکدار میگن 3-4 بودکتی. بنابراین فتواها میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکنه و این شرط البکارت فوجدها سیبا لزیمها کل المهر. یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقتی پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهر تو $500 نه مهر $100 است. اگر دختر برایی $500 مهر نه خیلی خوب بعد همخوابگی کیه دختر نبرامد اینه بیوه برامد رنگین داده ما باریم همین $500 مهر واجب است یا همون $100 گفتگیش همون $500 واجب می شود. بنابراین دادر عزیز خوب من به شما بگید شاید این دختر نبرامدن همسر شما نه به سبب زنا کردن شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد شاید به سبب دکتر رفته یگان دارو پاره کردن شده باشد. بنابراین شما در حق عروس هم گمانی نکنید. نپرسید که با کی رسیدی. بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروسان در شب اول به جای آنکه زندگی شیرین کنن و من تو رو دوست میدارم میخواید بیاد پول میپرسیدن که تو راست بو به کی گشتی تو راست بو به تو رو کی بوسه کرد. جوان مرد آوار پیش از آن که زنی تو بود و زنی تو نبود و کسی که میگشت کاری وای بود اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترال کن وایشی چی کار داری شریعه بکنی که زمانشان طلاق کردن باور کنید این جنجال پیش من هر روز میبیاد تو چی کار داری وای به کی میگشت نمیگشت. تاجیکان ما یک مقال داره اصل در تبی پای خود نلنگر پیش بیلنگی نمیکاری تو نبود آخه یه بود دیگه دخترش تا بیافتر ممکن نیست. همه مینیوکا همه پلافتر دیگه مورد سغیرات همه بیرون میگیره دیگه این است جامعه کم تو شد دنیای قرد دختر بودتا عیبه میگه شما را مگم که کرشتیم بلا همه تا نگه داره خواهرهای ما را انصاف توی که خیانت نکنه. بنابراین دادر عزیز صبر کنید انشاءالله خدا خیر ثواب هم بگیری سیری همسر تن نبرا. خوب البته اینجا ما شما رو نمیدونیم چی هستی خوب کردی که نام تن نگفتی اگه من با نام تن میخوندم سیری همسر تن نبرا. خود دان خدا زندگی کردن بعضی بیوه هاست که از دخترها پیده خوبتر هستند از جهت اخلاق و از جهت آداب. انشاءالله خدا خیر برکت بیاره خواهر دادر عزیز.
و نکاح کردن بعد 4 زن جایز نیست گفتگی. یعنی خداوند در قرآن میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. هر یک مرد حق دارد که در نکاح خود 1 زن، 2 زن، 3 زن، 4 زن داخل کند. هر مرد این حق دارد. این خدا برای ما و شما فرمایش داده است. بعد 4 زن هیچ کدام ما و شما نمیتونیم که 5م زن در نکاح خود درآوریم. یا بعض سوسته های هست که 4مش خلیفه میکنیم و بعد 5مش میگیریم. اینا ممکن نیستند. 5مش وقتی تو نکاح میکنی و این نکاح نمیشود و حکم زنا را دارد. در حالت تو 4م میتونی که 3م یا 2م یکی از این 4 تا تو طلاق میدهی. بعد میتونی که زن 4م در نکاح خود درآوری. لیکن آیت خداوند در دوام همین آیت چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جوانای عزیز، خداوند این 4 زن و 3 زن و 2 زن برای آن کسان امر کرده است که آنها از عهده زندگی میبرایند. آنها تمام تعیینات این زنها را از عهدهش میبرایند. برای این از خدا میگه اگر شما خوف برین که من 2 زنگی و 3 زنگی و 4 زنگی را کردن نمیتونم، فواحدتا خدا میگه به یک تش کفایت کن. اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر گفتند کدام مردی که 2 زنه است یا 3 زنه است یا 4 زنه است در بین اینها عدالت جاری کردن نمیتواند و روز قیامت از زن برای زیباگیش و برای شهوت در نکاح نداره. اگر تو اونقدر جوان مرد هستی و اگر تو مثال کاری ثواب کار باشی، پیغمبر خدا بجز 1 دختری باکره دیگر هیچ زنی باکره نگرفتند. پیروی پیغمبر رو چه امروز بیوه ها هستند، کودکدار هستند، برای تربیه اونها مرحمت در نکاح بدار. اگر خاطری تو مثال برای شهوت نباشد. برادرای عزیز و گرامی، حضرت لقمان یک عجیب یک سخن زیبا دارد. میگه بچه‌ش اگو بچم بهترین خوراک بخور. ببینید بهترین جایگاه خواب خواب کن و در بهترین خانه زندگی کن. میگه بچه حضرت لقمان گفتن که پدر عجایب سپارش دادی. آخه ما آدمی فقیریم، ما آدمی کم بغلیم، من از کجا بهترین خوراک میآورم؟ من از کجا بهترین رخت خواب میآورم؟ من از کجا بهترین خانه میآورم؟ حضرت لقمان بسیار حکیم بودن، بسیار دانشمند بودن. گفتم بچم بهترین خوراک اگر دیر بخور و کم بخور از همون خوراک دیده با لذت ترین در روی دنیا دیگه خوراکی نیست. یعنی خوراکی را که آدم وقتی در حالت گرسنگی میخوره و وقتی که اگر کم بخوره میگه با لذت ترین خوراک همونه. بچم او تربیهش کرد. یعنی گفت گرسنه شدی بعد بخور. ولی در زمانه پیامبرمون یک دکتر یک بگیم کلینیکای شخصی شد. یگون صحابه پیامبر مراجعت میکنه. این دکتر گفت آخه من را کشادم که مثلا 4 تنگه کار کنم. آمد پیش حضرت گفت که مرا دعا بده که اینجا در کار کردن نمیشیده است. حضرت دعاش داد و گفت پیامبر میشود که مرا بگوی که برای چه می مردم مراجعت نکرد در من؟ گفت اینها نفرهایی هستند که تا گرسنه نشوند خوراک نمیخورند. اصحاب من همین که تعلیم گرفته است. تا گرسنه نشود خوراک نمیخورد. اگر خوراک هم که خورد شکمش نیم کشید قطع میکنه خوردنم، پر نمیکنه میداره. یکی از علامت های بیمار نشیدن این بنده های خدا گفت همینه برادر عزیز. زیرا پیامبرم در حدیث ها آمده است معده شما 3 خانه داشته باشد، نیم از خوراک، نیم از آب، نیم دیگرش ای نفس. از 3 خانه باید عبارت باشد. این تعلیمات پیامبرمان است. زنده هاست برادران عزیز و گرامی. گفت دیر بخور، گرسنه بخور، همون با لذت ترین طعام همون می شود. بعد از آن گفت
مسئله رخت خواب شد. گفت بچم روزها کار کن، خدمت کن، مهنت کن و روزی دراز خواب نکن. وقتی که همون اشتهای خواب آمد، در کجایی که خواب کنی همون بهترین رخت برای تای. حقیقتا بر وقتی آدم همون حالت اشتهای خوابش بیاد، در باره نمی سنگ که خواب کنه راحت میکنه. لیکن از بس که روزی درست خوابیم همون دیوان ملایم دهم راحت نداریم. بعد از آن گفت بهترین خانه چی؟ گفت بچم با مردم نیکویی کن، دل مردم بیاب. اگر دل مردم یافتی و تو در دل مردم خطر جای کردی، بهترین خانه دل مردم است. حضرت ابی بکر روایت میکند که حبیب خدا گفتن الا انبئکم باکبر الکبائر. ای مردم مسلمان، حبیب خدا میگوید شما را خبر دهم که کلانترین گناه کدام گناه است؟ قالوا بله یا رسول الله. گفتیم بله ای حبیب خدا، بزرگترین گناه کدام گناه است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ الاشراک بالله و عقوق الوالدین. و کان متکیا فجلس فقال الا و قول الزور فما زال یکرروها حتی قلنا لیته سکت. ابی بکر میگوید گفتیم بله ای حبیب خدا، گناهی بزرگ کدام گناه است؟ حبیب خدا گوید یکم شرکی به خدا آوردن، دویم کسانی که در پدر و مادرشان گناهکار میشوند، پدر و مادرشان احترام نمیکنند. الحمدلله که امروز چگونه ای که اولها شکایت ها از فرزندها داشتن، امروز خیلی پدر و مادرای هستن که ریزاگی از فرزندها دارند. و من همیشه به همه شما جوانای عزیز فقط پیشنهاد من همین است که پدر و مادراتون احترام کنید، به قدر پدر و مادراتون رسین. سخنهای وزبینه که بالای شما میگن تحمل کنین، برداشت کنین، انشاءالله خدا شما را اجر میدهد. هیچ وقت به سوی پدر و مادر زبان درازی نکن. اگر تو اخلاص ایمانت کامل باشد، پدر و مادر هرگاه خانه درآید تو پیش او خیزی، به خدا قسم انشاءالله آینده تو نیک است. احترامش کن، حرمتش کن. اگر چی وای تو عالم هم که باشی، وای بی سواد هم که باشد، وای در نزد خدا قدرش از تو بلندتر است. وای احترام کن. حبیب خدا گفتن یکم شرکی به خدا گناهی وزنین است. دویم حقوق پدر و مادر را پایمال کردن. لیکن ابی بکر میگوید پیغمبر خدا وقتی این سخن میگفت تکیه زده بودند، از تکیه خیستند، در جایشان نشستند و چی گفتند؟ سیوم گناهی که خداوند گویم بنده را به سبب او عذاب میکند، این دروغ گفتن است. فما زال یکرروها. صحابه میگوید درو پیغمبر تکراری به تکرار همین گپ میگفت، سخنی دروغ، سخنی دروغ، سخنی دروغ. حتی میگوید صحابه که لیته سکت. میگفتیم کاش که پیغمبر خدا خاموش ایستاد. یعنی اینقدر زیاد درباره سخنی دروغ گفتن. امروز بسیاری جوانا را میبینیم، بسیاری گویم کلانترا را میبینیم دروغ میگویم. حتی دروغ اگر به شوخی هم که دروغ گویم وای دروغ است. نابسته. من جمعه پیشین برای چی گفتم؟ جوانای عزیز، جوانای عزیز، شما در مکتبهاتون معلماتون دروغ نگویید. از ما سوال کردین که اگر دروغ گفته و آمده جمعه خانه ما گناهکار میشیم. شما گناهکار میشوید. شما دروغ نگویید. معلم هاتون هم فریب ندهین. وقتی تو معلم فریب دادی، این یقین است زبانی تو عادت میکنه. تو پدرتم فریب بدهی، تو مادرتم فریب میدهی، تو یار و رفیقتم فریب میدهی، همه را فریب میدهی. از این خاطر هیچ معلم هم فریب ندهین. همیشه در درساتون باشین، همیشه درساتون خوانین، همیشه کوشش کننده فعال باشین. من خودم اتستاتای من اگر شما تماشا کنین، باور که من 3 ندارم از مکتب، همش 4 و 5 است. یگان 3 من در مکتب گرفتگی نیستم. ما 3 میگرفتیم به خدا قسم غمگین میشدیم. امروز جوان حاضره را من از زبان روسی ها که یگان زبان دیگر میپرسم نمیداند پدر با روسی چی میشود. برای که وای چی است؟ وای بی پروا است. برای که وای معلم شب فریب میدهد. برای که وای گویم
در درس ها فعال نیست. اما آینده ما را چگونه میسازیم؟ چگونه میسازیم؟ این حسی وطن دوستداری نیست. وقتی که متخصصای ما از دیگر وطن آیند وای وطن ما را آباد میکرد. هیچ وقت متخصصای ما باید از خود مردم ما باشد. دروغ این یکی از گناه های کبیره هست. همه تلفن سکوندمیر دارد که ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 4 5. به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کم همون سکوندمیر شاکر جخیدم گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خوانده میتونم. همون را زیر کردم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا الضالین آمین خواندم، باز خواندم. در 1 دقیقه برادرای عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در 1 سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در 1 دقیقه 5 بار 3000 ثواب در 1 دقیقه. ببین چقدر ما اهمیت نمیتیم. 1 دقیقه در آدم میتوند 3000 ثواب. وقتی که الله دویم بار جان در ما بر میگرداند ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را 1 بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم بار داریم؟ میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقتهای بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عملهای صالح کنم. میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. پیغمبر خدا بر امت تأکید کردند که پس هر یک نماز هر یک امتی من این دعا را بخواند. اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر خدا فرمودند پروردگارا پناه طلب میکنم به سوی تو اولا از عذاب جهنم، از عذاب دوزخ که برای بنده های گناهگار آماده شده است و حرارت او از حرارت دنیا 70 برابر زائد است. خدایا به سوی تو از او پناه طلب میکنم و خدایا به سوی تو از عذاب قبر پناه طلب میکنم که عذاب قبر بر همه رسیدنی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ حضرت جامی میگوید رفیقم از دنیا گذشت، رفته پرسان کنم حال تو در این خانه چگونه است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال مرا چی میپرسی؟ این احوال ما برای تو چگونه بیان کنم؟ وقتی که تو وارد این خانه شوی خود آگاه میشه که این حالت چه حالت است. پیغمبر خدا دعا پناه طلب کردند خدایا از عذاب قبر مرا نگه بدار. و سیوم گفتند خدایا از فتنه های زندگی و فتنه های وقتی جان سپاری نگاه بدار. و در آخر گفتند خدایا از فتنه مسیح الدجال ما را نگه بدار. این دعای هست که همه شما پیغمبر خدا تعلیم دادند که بعد هر یک نماز شما پناه طلب کنید. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن. هر سحر برخیز ای دل
خدمت جبار کن. گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاه اوست. هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت حافظم همین منظره را برای ما و شما بیان کردند. آدمای نادان و آدم جاهل وقتی که پیشوای ما و شما می شود، باور کن آدم دانا دیگر جگرخون می شود. وقتی می بیند یک آدم نافهم پیشوا هست و آدم دانا از پس وی است، این باور کن در هیچ شرایط راست نمی آید. همین است که شاعر حافظ می گوید از تقاضای زمان و گردشی چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوک را گفتم امک. این چی شور است در این دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر می بینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد. امروز ما جنجال بین دو برادر خلاص میکنیم. دو برادری که از یک پدر از یک مادر هستند، اونها را جنگ اونها را ما خلاص میکنیم. رفته اونها را مصلحت میدهیم. اینا همه نشانه قیامت است. هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حتی مهر پدر از فرزند کنده میشود. دیروز یک فرزند در نزد من شکایت کرد، من نام او را نمیگیرم. گفت داملا گفت نزد پدر و میرم میگد که نزد من تماما نیا که دعای بدت میکنم. برای خاطر زنش، برای خاطری که زنی نو گرفته است، پیش من نیا بچم که من ترا دعای بد میکنم. کی لازم شدی من ترا دعوت میکنم. ای حضرت ها بیهوده نگفتند هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. مردمان روز بهی میطلبند از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر میبینم. هر روز ما دعا میکنیم، هر روز خواست ما آرزوی ما این است که بهبودی میشود، بهبودی میشود، لکن روز به روز مشکلات و نافهمی در بین ما و شما پیدا شده ایستاده است. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست. بین این مصرع شعریش همین حدیثی که الحال بر شما گفتم. آدمای جاهل، نامناسب، نامطلوب، نامعقول، احمق پیشوای ما و شما میشوند. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست. قوت دانا همه از خون جگر میبینند. کجا یک دانا هست بیچاره حالش وزنین است، کجا یک آدمی با خرد است زندگی خوب دریاب کردن نمیتواند، کجا یک آدمی ابله است، کجا یک آدمی نافهم است در بهترین شرایط زندگی دارد. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست. قوت دانا همه از خون جگر میبینند. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. طوق زرین زیب اسب داشت. این منصب و این پیشوایی زیب آدم خواندگی و زیب آدم دانا داشت، لکن این طوق زرین در گردن خر پرتافتن. حالان که برای خر همون جیل، همون پالانی که ذکر کرد، همون جیل کونه مناسب بود، نه این طوق زرین. دختران را همه جنگ است و جدال با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر میبینند. هر روز جنگ بین مادر و بین دختر است. هر روز فرزندها آرزو میکنند که این پدرها از بالای سر اونها دور شود. پسران را همه بدخواهی پدر میبینند. پند حافظ شنو ای خواجه، برو نیکی کن که من این پند به از گنج و گوهر میبینم. که برای زنک نشان میده دسته گل است. این وقت دسته گل از زنک که میبیند
دیگر خودش در بالای مردک میپتراید. خوب میلش آخی شما هم آخی سنت ما هست، این سنت رسول است. شما هم یک دسته گل گرفته بده، شما هم یک خوشبویی را گرفته برده مثال سلام که کردی از کسی که ببرار یک خوشبویی را در دست بده. آخی همون خوشبویی را که استفاده برد با کجا میرود؟ با پیش خودتی. آخه ای بوی خوشی همون تو استفاده میبری تا در یزید. همون یک خوشبویی نمیگه یک سامان های تو سامان های آخر چند سامان های، لیکن دل برداریش میدانی چقدر معنی بلند دارد. این است آن چیزی که خدا از ما میخواهد. رسول از به نام پروردگار چیزی از خودم زم نمیکنم، چیزی از خودم در این بین نمیدارم. آن چیزی که میگویم برای Metal Gear.